سلام، اسم من امیره. مسلما خب همتون تا الان منو میشناسید. هر 13 نفرتون میخوام از هر 13 نفرتون برای ساب موندن تشکر کنم و اینکه انقدر این بین ویدیوها فاصله وجود داشته شما آن ساب نکردین، خودش خیلی وفاداری نشون میده. حتی اگر هم فراموش کرده بودین که منو ساب کردین، باز هم خیلی حس خوبی به آدم میده. من این چند وقت خیلی اتفاقا برام افتاد و خب میشه گفت از یه نقل مکان شروع کرد، از یه تخلیه صحبت کرد، میشه از خیلی اتفاقای دیگه صحبت کرد، ولی خب همه‌شون رو نمیشه توی یه ویدیوی بازگشت جا داد. هدف اصلی این ویدیو اینه که یه توضیح بدم که چرا رفتم و حالا چرا برگشتم. خب یه سری اتفاقا همونطوری که گفتم افتاده بود و من واقعا نتونستم ویدیو درست کنم. علاوه بر اون یه مسئله‌ای با خودم داشتم، سر کمالگرایانه بودن خودمه. چون که من اگر چیزی خوب نباشه کلاً بیخیالش میشم. این واقعیته. یعنی من یه عالمه ضبط میکنم، همش هم اوکیه، میام پای ادیت، میخوام ادیت کنم، میبینم این خوب نمیشه و اون چیزی که خودم انتظار داشتم نمیشه. برای همین کلاً میریزمش سلاش خان. من کلی پروژه پریمیر پرو داشتم که میخواست همش ویدیو بشه، ولی خب تا میچستم یکیشو فقط میخواستم ادیت کنم، که what the fuck is this shit man، چرا میخوای همچین چیزی رو آپلود کنی؟ و مینداختمش دور. خب و دیدیم که نتیجهش چی شد. 1 سال گذشته از آخرین ویدیوی موفقم، 5 سال گذشته و اون نتیجه‌ای که میخواستم نرسیدم. حتی اون ویدیو موفقم SAS پارتی الان بذاری جلوم، فقط میگم 1 دقیقه اولش خوبه، چون خیلی برای اون 1 دقیقه اول کار کرده بودم. بقیه‌شو بذاری جلوم من میگم این ابسولوت چته، اصلا این چیه من درست کردم. واقعا این حرفو میزنم چون هم سنم رفته بالا، هم نظرم عوض شده نسبت به چیزایی که دوست داشتم و کلاً انگار کلاً نظرم به خیلی چیزا عوض شده و دوست دارم با این نگاه جدید بشینم شروع کنم به کار کردن. یکی از چیزای دیگه هم که قبلا بهش فکر میکنم این بودش که یوتیوب یه کاریه که من بهش مثل شغل 9 تا 5 عصر نگاه کرد و فکر میکنم کار خیلی سختیه. باور داشتم کار سخته، تا اینکه یه کار 9 تا 5 پیدا کردم. من الان یه جا شاغل شدم و دارم کار میکنم و کارم هم برنامه‌نویس فرانته و متوجه شدم که یوتیوب واقعا کار سختی نیست و بحثش منیج کردن کار در کنار یوتیوبه. من در حال حاضر به جایی رسیدم که میبینم که فکر میکنم بتونم در زمانی که وقتم خالیه، در زمانی که انگار کاری ندارم انجام بدم، بشینم پای یوتیوب. مثلا به طور مثال پنجشنبه و جمعه من روز آفمه، میتونم سعی کنم که ویدیو درست کنم، یا مثلا اگه از سر کار میام خسته نباشم میتونم ویدیو درست کنم. کار واقعا اونقدر سختی نیست، فقط ضبط میکنی، 2-3 ساعت ادیت میکنی، آپلود میکنی یوتیوب. و این کاریه که میخوام واقعا بهش شانس دوباره بدم، حالا که دیگه درسی نیست، حالا یه کار هستش که باعث میشه بعضی شبا اصلا نخوابم و کار کنم، ولی خب بالاخره به یه جایی رسیدم که فکر کنم بتونم این کار رو بکنم و میخوام این کار رو انجام بدم. تو این کار واقعا مصممم و میخوام انجامش بدم. از
شما 13 نفری که من رو دنبال ساب کردین، مخصوصا اون یه نفری که از تویچ منو ساب کرد، Hey buddy, how you doing؟ تشکر میکنم که توی تمام این مدت با هم بودین و حتی یک کدومتون هم کامنت گذاشته بودش که این چنل چی شد؟ چرا ویدیو نمیذارین؟ من ازت عذرخواهی میکنم، واقعا نشد و ازت ممنونم که موندی، واقعا ازت ممنونم. برنامه که برای این چنل دارم، خب میخوام توش هرچی میتونم کانتنت بذارم. کانتنت هم میخواد گیمینگ باشه، میخواد در مورد تکنولوژی باشه، میخواد در مورد مثلا چیزای فان باشه، مثل سری داستانهای آن فانی که درست کرده بودم باشه، کلا هر چی که باشه میخوام توی یوتیوب بذارم. حالا ممکنه که همه زیاد خوششون نیاد، شاید یک سری دنبال یک نوع کانتنت هم برای همه میان سراغ اینجور چنل ها، ولی خب من اگه بخوام فقط پیگیر یک نوع کانتنت باشم خودم رو اذیت میکنم، چون که خودت رو فورس میکنی بری دنبال اون کانتنت. من نه وقت این کار رو دارم نه حوصله‌اش دارم. برای همین از این به بعد و به جلو که میریم تقریبا سعی میکنم از هر چی که خوشم بیاد یه ویدیو درست کنم، یه کانتنت درست کنم و ادیتش کنم و آپلود کنم یوتیوب. و برنامه بعدی که دارم برای این کار یکی ریبرند کردن چنله. من توی گیم که بازی میکنم اسمم توی بازی ییتمن معمولا میذاشم، ییتمن 0234. و من یه دوستی دارم، حجت من از تو نمیگذرم، این بشر انگلیسی بلد نیست، ییتمن رو خوند یاماتو یا. و دیگه از اون موقع گیمینگ بادیام معمولا به میگن یاماتو. اسم این چنل میشه یاماتو 0234 و این ریبرند شاید باعث بشه که من یکم این کار رو جدی تر بگیرم و دوست دارم شما هم همراه هم باشید. از اینکه شما 13 نفر ساب یوتیوب و حالا هر کسی که در آینده میخواست ساب بشه اومدین با هم همراه بودین، تشکر میکنم. لطفاً از هم حمایت کنید، سابسکرایب این پایین رو بزنید و ببینیم چی کار میکنیم. همچنین یه سورپرایز دیگه دارم. دقیقاً بعد اینکه این ویدیو آپلود بشه و پابلیش بشه یک ویدیو دیگه هم پابلیش میشه. روش کلیک کنین و ویدیو بعدی رو ببینید. تا بعد، بدرود.